کمپرسور اسکرو دبل استیج مایکوم که فقط 2 دستگاه از این نمونه در کشور موجوده میتونه با استفاده از گاز R404 تا منفی 60 درجه برودت تولید کنه. عملکرد این مدل کمپرسور بسیار متفاوت و پیچیده است، چون با متراکم کردن گاز فریون در 2 مرحله میتونه بیشترین بازده برودتی رو از گاز 404 داشته باشه و همین باعث بالا رفتن فشار و دما در کمپرسور میشه. این کمپرسور علاوه بر اینکه مجهز به اویل کولینگ و اویل سپراتوره، سیمپیچی خودش رو هم با آب کندانسور خنک میکنه. همچنین برای خنککاری روتورهای اسکرو از ساب کولینگ بهره میگیره. این کمپرسور 4 عدد روتور اسکرو داره که در داخل 2 عدد بلوک سیلندر به صورت مجزا فشار سازی میکنند. فیلرگیری و کالیبره کردن روتورهای اسکرو باعثی با دقت و حساسیت خیلی زیادی انجام بشه. بیرینگ‌های این کمپرسور متاسفانه در بازار داخلی موجود نبود و توسط مجموعه ما ظرف 72 ساعت وارد شد. همچنین ست کامل گسکت توسط این مجموعه اسکن اپتیک شده و با دستگاه لیزر برش داده شده. مونتاژ کمپرسور به اتمام رسید و الان با هم میتونیم بریم کمپرسور رو تست کنیم و صدای کارکردش رو گوش کنیم.